گفتن خداوند به سوی زن نظری رحمت نمیکنه که اون زن شکرگزار و سپاسگزاری شوهرش نباشه، یعنی شوهرش از خودش راضی نگردونه، شکرانه و حقوق شوهرش به جا نیاره. خداوند به سوی این زن نظری رحمت نمیکنه، به سوی این زن نگاه نمیکنه، نظری بخشش، نظری رحمت به سوی این زن خداوند نمیکنه. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم و حالا که این زن یعنی بی نیاز از این شوهر نیست، حاجت به این شوهر داره، محتاج این شوهر است، یعنی زن به شوهر هیچ کار از دستش نمی آید. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که خداوند به سوی زنی که شوهر اطاعت نکرد، به سوی شوهر سخنهای قبیح و بد گفت، نظری رحمت نمی کرده است. حتی در روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم زنهایی که حقوق شوهر به جا نمیارند، حق شوهر ادا نمیکنند، از سوی حورهای جنت به سوی این زنها خطاب کرده میشد است که خداوند شما را هلاک کنه که شما امانتهای الهی را امانت نگهداری نداره، خیانت داره. از خداوند امید است که زود است که این شوهرها از شما جدا میشن و آغوش ما را میآیند. یعنی حال در جنت میبینه که چقدر حورهای جنت این شوهرهای محترم و مهربان شما را قدردانی و احترام میکنند، چقدر در خدمت اینها قایم میشوند. اون لحظه بعد از اون تلخی شما بر این زنهای بدگفتار و بدکردار تلخی شما میکفه. از خدا بترس، شما نباید که حقوق شوهر پایمال کنی خواهر محترمه.